حتما شده که خواستین نرم افزاری رو نصب کنین یا فیلمی رو دانلود کنین و ببینین ای وای فضا ندارم. چطور شده گوشی 256 گیگ پر شد؟ ولی نمیدونین که هر چقدر فضا داشته باشین، مدیریت فضا رو بلد نباشین، هیچ فضایی براتون نمیاد. این تیکر رو چند بار ببین چون فقط در مورد فضای گوشی حرف نمیزنم. سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال آقای عنا و امروز میخوام براتون به صورت کامل و اصولی روش یاد بدم که فضای گوشیتون رو مدیریت کنید. خب بریم سراغ آموزش. اولین چیزی که باید بدونین اینه که 3 تا دسته است که فضای گوشیتون رو اشغال کنه. 1. برنامه‌های سیستم و خود سیستم اندروید. 2. فایلایی که توی گوشی ذخیره دارین مثل ویدیو، عکس و غیره. 3. برنامه‌هایی که نصب دارین و داده‌هاش. در مورد دسته اول که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، پس میریم سراغ 2 و 3. برای مدیریت دسته دوم فقط لازمه برنامه EX فایل اکسپلورر رو که دقیقاً به همین شکل هست رو از اپ استورها، گوگل پلی یا هر جایی که می‌خواستین نصب کنید. حالا وارد برنامه بشین و روی قسمت آنالیز فضای داخلی کلیک کنید و منتظر بشین که آنالیز تموم بشه. این قسمت فایل‌های داخل گوشیتون رو آنالیز میکنه و برای مدیریت بهتر به چند دسته تقسیمشون میکنه. اولین قسمت همه فایل‌های گوشیتون رو بررسی میکنه و پوشه‌ها رو به ترتیب حجمشون مرتب میکنه و میتونین داخل گوشه برین و ببینید چه فایل‌های بیشترین حجم رو اشغال کردن و با این دکمه حذف میتونین این فایل‌ها رو حذف کنید. فقط یادتون باشه انتقال به سطر زباله رو تیکشو بردارین که کامل پاک بشه. قسمت بعدی فایل‌های ایجاد شده اخیری که میتونین ببینید. اگه فایل بزرگی همین اخیراً ایجاد شده بود که فضای گوشیتون رو اشغال کرده بود میتونین اونو پاک کنین. قسمت بعدی فایل‌های بی‌مصرف نشون میده که با 2 قسمتش بیشتر کار نداریم و فقط فایل‌های APK منسوخ شده و تبلیغات ناخواسته رو از اینجا پاک. قسمت بعدی قسمت فایل‌های تکراریه که فایل‌ها رو نشون میده که 2 تا کپی ازشون تو گوشی وجود داره و یکی رو میتونین به دلخواه حذف کنین یا همین گزینه رو مانند تصویر بزنین که خودش به صورت هوشمند یکی رو انتخاب کنه و یکی رو حذف کنه. خب قسمت بعد فایل‌های بزرگ گوشی رو نشون میده و فایل‌ها رو به ترتیب حجمشون مرتب میکنه و هر فایلی که نمیخواستین رو میتونین حذف کنین. و به 2 قسمت دیگه کاری نداریم و میریم سراغ سطل زباله و اگر فایلی رو به سطل زباله انتقال داده بودیم اون رو پاک. خب میریم قسمت سوم، مدیریت برنامه‌ها. خب حالا تنظیمات رو باز میکنیم و میریم به قسمت برنامه‌ها و قسمت برنامه‌ها مدیریت برنامه‌ها رو کلیک و از این قسمت طبق تصویر برنامه‌ها رو بر اساس حجمشون مرتب میکنیم. برای مدیریت برنامه‌ها 3 حالت رخ میده. حالت اول اینه که برنامه رو کامل نیاز نداریم و برنامه رو به این روش حذف کنیم. اما حالت دوم و سوم برنامه رو نیاز دارین ولی برنامه خیلی حجمش بزرگ شده که در پیام رسان‌ها بیشتر اتفاق میفته، مثل این برنامه که بر من 8 گیگ شده. خب در این صورت میتونید 2 کار انجام بدین. خیلی از برنامه‌ها مثل تاقچه‌ای که دارم بعد از اینکه همه داده‌هاشون رو پاک کردیم به این روش کاملا برمیگردن به حجم قبلیشون. اما بعضی برنامه‌ها مخصوصا پیام رسان‌ها به جای گزینه پاک کردن داده‌ها گزینه مدیریت داده‌ها رو دارن و برنامه باز میشه که از توی برنامه داده‌ها رو مدیریت. و در این روش من ترجیح میدم از مدیریت داده برنامه استفاده نکنم و برنامه رو حذف کنم و دوباره نصب کنم و اکانتم یا شمارم رو بزنم و دوباره وارد برنامه بشم تا به حجم قبلیش برگرده. حالا شاید فکر کنین که چرا برنامه تلگرام 80 مگابایتی شده 8 گیگ. خب وقتی شما عکس، فیلم، وایس دانلود میکنین توی گروه، چت و غیره، اونها رو برنامه توی خودش ذخیره میکنه و طی مرور زمان اینا روی هم میشه و حجم برنامه زیاد میشه. پس بهتره که هر چند وقت یک بار پیام‌ها و فایل‌های مهمتون رو ذخیره در دانلودها بزنین و برنامه رو پاک کنین و دوباره نصب. خب اینم از ویدیوی امروز. سوالی داشتین توی کامنت‌ها جواب میدم. لایک، کامنت، ساب